بسم الله الرحمن الرحیم. سپاس و حمدی بی پایان ذات یکتا و بی همتای را که فکر و اندیشه من را از تاریکی های جهل به سوی نور و روشنایی ایمان هدایت فرمود و درود و سلام بی پایان بر روان پاک حضرت سرور و سردار فرزندان آدم محمد مصطفی صلی الله علیه و علی آله و اصحابه و سلم. بینندگان عزیز و گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات دارید تصاویر ما را مشاهده می کنید، خدمت یکایک شما بزرگواران و مهربانان و عزیزان عرض سلام و ادب فراوان دارم. امیدوار هستم که همواره کامگار و پیروز و خوشبخت بوده باشید. با برنامه جدید از سری برنامه‌های بازسازی اندیشه و با اولین قسمت این برنامه که در نوع خود در میان شبکه‌های فارسی زبان نظیر ندارد، خدمت شما سروران و بزرگواران هستیم. برنامه بازسازی اندیشه. از طریق این برنامه افکار و اندیشه های وارداتی که وارد کشورهای اسلامی شده است را مورد نقد و بررسی قرار می دهیم. برای اینکه از اهداف این برنامه بیشتر آگاه شویم، در آغاز این برنامه به اجازه شما خدمت جناب استاد محمد انصاری، مدیر محترم شبکه جهانی وصال حق، عرض سلام و ادب دارم. جناب استاد، اگر صدای ما را میشنوید خدمتتان عرض سلام و ادب دارم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب استاد گرامی، بیننده های عزیز و گرامی، بیننده های فارسی زبان ما در سراسر جهان که در آن داریم زندگی میکنیم منتظر هستند که شما اهداف برنامه بازسازی اندیشه را برایشان روشن بسازین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. من هم خدمت شما و همکاران عزیز در شبکه جهانی وصال حق و همه بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و احترام دارم. امیدوارم که الله سبحانه و تعالی این عمل را خالصاً در راه رضای خودش قرار بده و ما و شما رو از اجر و ثواب این برنامه و دیگر برنامه‌های شبکه محروم نکنه. آمین و علیکم السلام. آمین. جناب استاد بفرمایید. زنده باشید. بینندگان عزیز میدونن که انسان نیاز داره که جسم خودش رو حمایت بکنه در مقابل بیماری ها، در مقابل امراض گوناگون. بله. احتیاج داره که خانه خودش رو حمایت بکنه با ساختن مسکن، دیوار و ساختن در و پنجره از ورود حیوانات و غریبه ها
از ورود گرمی و سردی که به جسم انسان ضرر داشته باشه. یک کشاورز هم نیاز داره که کشت زراعت خودش رو حفظ بکنه از آفات و از امراض گوناگونی که به گیاهان میرسه. بله. از همه اینا مهمتر حمایت فکر است، اینکه انسان فکر و عقیده خودش رو حفظ بکنه از آفتها. بله. ما وقتی که خدای نکرده بیمار بشیم سعی میکنیم که با خوردن دارو، با خوردن غذاهای مناسب جسم خودمون رو به سلامتی و بهبودی برسونیم. بله. اما آفت‌هایی که در فکر به وجود میاد خیلی مهلک‌تر و کشنده‌تر است از آفت‌های جسمی. به خاطر همین دین مبین اسلام از اولین روزها اهتمام ویژه‌ای داشته به ساختن فکر، ساختن عقیده صحیح و همیشه سعی شده که چه در قرآن کریم و چه از طریق سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای تربیت انسان و ساختن فکر صحیح کوشش صورت بگیره. بله. الله سبحانه و تعالی از اولین آیاتی که بر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد در راستای ساختن فکر صحیح اسلامی و انسانی سعی و تلاش کرده. اولین آیاتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم امر به قرائت شدند، یعنی تعلیم و تربیت نخستین گام هایی است که در دین مبین اسلام برداشته شد. بله. و الله سبحانه و تعالی که از زبان پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که وقل ربی زدنی علما فاعلم انه لا اله الا الله. همه این آیات دعوت به این است که انسان تعلیم و تربیت صحیح رو از منبع اصلیش که قرآن کریم و سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است بیاموزه. و قرآن کریم هم اهتمام ویژه‌ای به علم و علما داده. بله. قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، یعنی نخستین گام در راستای حمایت فکر صحیح انسانی و اسلامی تعلیم و تعلم، که انسان از منابع صحیح از قرآن و سنت علم بیاموزه و دیگران را هم آموزش بده. و همچنین از اهتمام به اهل علم، فاسألوا اهل الذکر این کنتم لا تعلمون، که در قرآن کریم نمونه ای است از اهمیت دادن به علما و اهل علم. و اگر این مسائل رو ما در نظر بگیریم میتونیم که فکر و اندیشه خودمون رو از آفت‌ها و از بلایایی که وجود داره حفظ بکنیم. همچنین قضیه دوری از جهل، دوری از نادانی، که دین مبین اسلام هدف اصلیش این است که انسانها رو از منجلاب جهل و نادانی به سوی علم و معرفت و سعادت و در نهایت بهشت جاویدان راهنمایی بکنه. هدف این برنامه هم طوری که عزیزانمون در اداره شبکه مطلع هستند و شاید صدای من الان بشنوند در این عزیزان، بعد از اینکه یعنی خیلی از بیننده‌های عزیزمون این پیشنهاد رو کردن که در این زمانی که افکار و اندیشه‌های منحرف از 4 طرف یعنی هجوم کرده، حمله کرده به دین مبین اسلام و به افکار ناب اسلامی، نیاز میرفت که برنامه‌ای در مورد فکر و اندیشه وجود داشته باشه در شبکه تا جوابی باشه بر این افکار منحرف و همچنین بیانی باشه برای عقیده و فکر صحیح اسلامی، که امیدواریم الله سبحانه و تعالی به من و به شما عزیزان و به همه همکارانمون این توفیق رو بده که بتونیم در این راستا گام‌های مثبت و موثری داشته باشیم. تشکر استاد گرامی. من تشکری میکنم که در ابتدای برنامه در راستای اهداف برنامه بازسازی اندیشه خدمت ما و بیننده های عزیز و گرامی روشنایی انداختید. تشکر استاد گرامی. سلامت باشید. الله مطالعتون کنه. سلامت باشین. خوب بیننده های عزیز و گرامی، برمیگردیم به استودیو و اجازه بدین که خدمت
استاد گرامی مهمان برنامه استاد عبدالرحمن فاتح هم سلام و ادب داشته باشیم. جناب استاد سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. به خدمت شما و تمام بینندگان عزیز و گرامی که همینک ما را مشاهده میکنند از هر جای دنیا که هستند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و در ضمن تبریکی دارم به خدمت شما و نوید بسیار خوشی که از زبان جناب استاد انصاری و از زبان شما بینندگان عزیز و گرامی شنیدن که الحمدلله هر حال تأسیس همچون برنامه بسیار مهم و اساسی که برای هر مسلمان لازمه که به پای آن بنشینه و مسائل آن را بررسی بکنه و متوجه مسائل نقد و بررسی افکار منحرف باشه. جزاکم الله خیر. تشکر جناب استاد گرامی. بیننده های عزیز و گرامی، همانطور که عرض شد خدمتتان با اولین قسمت از برنامه های بازسازی اندیشه خدمت شما بزرگواران هستیم و هدف این برنامه همچنان که استاد گرامی استاد محمد انصاری خدمتتان عرض داشتند نقد و بررسی افکار وارداتی و حمایت فکری جامعه اسلامی است که از نگاه فکری، یعنی گفته میتونیم که این برنامه به مثابه آنتی ویروسی است که در مقابل ویروس های فکری دشمنان قد علم کرده است. شاعر میفرماید لاله این چمن آلوده برنگ است هنوز، لاله این چمن آلوده برنگ است هنوز، سپر از دست مینداز که جنگ است هنوز، ای که آسوده نشینی لب ساحل برخیز، ای که آسوده نشینی لب ساحل برخیز، که تو را کار به گرداب و نهنگ است هنوز. بله بیننده های عزیز و گرامی، دوستان مهربان، هنوز هم جامعه اسلامی، افراد امت اسلامی در برابر تهاجم های مختلف دشمنان اسلام قرار دارند و نباید آسوده نشینند و به فکر این نباشند که دشمن در خواب است و دشمن از تهاجم دست کشیده. نخیر. دیروز اگر ما شاهد تهاجم های نظامی دشمنان اسلام بر علیه ملت ها و کشورهای اسلامی بودیم، امروز در برابر جنگ دیگری که به نام جنگ فکری و جنگ اندیشه‌ای که خطرناکتر از جنگ نظامی است قرار داریم و این جنگ همانطور که خدمتتان عرض شد جنگ خیلی ها خطرناکتر و خطیرتر از جنگ نظامی است که دشمن توانسته است تا حد هم در میان افکار جوانان ما رخنه وارد کنه که انشاءالله ما میخواهیم شبهاتی که مطرح شده از سوی آنها و جوانان ما را به سمت سوی خود دارند جهت‌دهی میکنند از افکار و اندیشه های آنها جلوگیری بکنیم و به جامعه اسلامی فکر ناب و فکر اسلامی را ارائه کنیم. جناب استاد گرامی، ما میخوایم ابتدا یک تعریف داشته باشیم از فکر که وقتی هدف از اندیشه یا فکر که میگیم هدف از اندیشه و فکر چیست، یا حتی میتونیم که یک تعریف یا مفهوم از خود تهاجم فکری داشته باشیم. تشکر از شما جناب استاد. اول خب در مورد فکر میشه گفت که معانی مختلفی داره. بله. فکر میشه خطه یک نفر باشه، روش و روش یک نفر باشه. بله. عقیده یک نفر باشه. یعنی فکر بیشتر به مسائل ذهنی یا مسائل درونی شخص مرتبط میشه. هر شخص دارای یک فکره، دارای یک اندیشه، یعنی دارای یک عقیده خاص به خودش هست. بله. و وقتی خواسته باشیم تهاجم فکری را ما مطرح بکنین، به این معنا که تهاجم یا هجوم یا حمله فکری. بله. وقتی مثلا شما اشاره کردین به این نکته که حالا امروز تهاجم فکری هست، تهاجم نظامی آنقدر رول بسیار مهمی نداره
در بله. جوامع اسلامی یا در کلا در جوامع، حالا به صورت فکری داخل میشن. یعنی تهاجم فکری یعنی حمله فکری، حمله فکری و منحرف کردن از ذهن نفری که در اون ملتی که او در اون کشوری که او میخواد در اونجا جای بگیره، اون ملت و اون کسایی که در اونجا زندگی میکنن فکر اونها رو منحرف بکنه. به این میگن تهاجم فکری. یعنی به نفع خود فکری از اونها را جهت دهی بکنه. بله کاملا درسته. به نفع خود. بله. آنچه که آنها میخواهند یعنی اینکه این نفر برای خود فکر نکنه بلکه برای اونها فکر بکنه، یا ای که اونها فکر خود را در ذهن ای ترزیق بکنن و فکر او کاملا خالی بکنن. میتونیم بگیم که باید جوان مسلمان، باید امت اسلامی، باید فرد مسلمان در عرصه های مختلف زندگی، در عرصه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی طور فکر بکنه، طور بیاندیشه که سازگار با افکار غربی ها باشه. کاملا درسته. یعنی چیزی که اونها میخواهند، مهاجمان فکری میخواهند، هدف آنها همینه. کسانی که حمله بر فکر مسلمان های امروزی میکنند یا عموما بر فکر اسلامی حمله میکنن، هدفشان همینه که یک مسلمان نباید بر اساس قرآن فکر بکنه، نباید بر اساس سنت پیامبر فکر بکنه. اصلا بر اساس اسلام چیزی به نام فکر به نزد اونها نیست. اصلا میخوان که جوان به اساس فکر اونها فکر بکنه، البته مخلوطی از فکر اسلام و فکر اونها. میخوان که این گونه باشه. کاملا نمیتونن به صورت علنی بگن که تو، حالا اگرچه در بعضی از جاها میگن در کشورهایی که خودشان هستند، خب علنی از جوان میخوان که باید تو هم فکر ما باشی یا باید هم فکر ما باشی، اصلا نباشی در اینجا. از این دو گزینه یکی باید انتخاب بکنی. اما در کشورهای اسلامی میخوان که فکر اسلام و فکر منحرف خود را با هم یک جا کرده در ذهن جوان جای بدن. یعنی یک حجین و یک عجین باشه، یک مخلوطی از فکر اسلامی و فکر غیر اسلامی. یعنی هدف همی است و اینها میخوان که همین کار بکنن. بله. و متاسفانه که در میان بعضی از مسلمان ها که ما در جوامع اسلامی میبینیم که این کار کردن، یعنی فکر خود را با فکر که حالا یک چیزی از اسلام میدانسته این را با هم مخلوط کرده در ذهن او جا دادن. هدفی است که مسلمان از فکر اسلامیش منحرف بکنن، از فکر اسلامیش دور بکنن. این که با فکر اونها سازگار و همسویی داشته باشه یا نداشته باشه، این اونقدر فکر کنم مهم نیست. مهم است که ایره از فکر و اندیشه اسلامیش دور بکنن. درست؟ کاملا درسته. و از جهت احیانا در فکر دینی که مثلا دارن افراد مهاجمانی که حالا به هر طریق اینها وارد میشن برای از اینکه فکر جوان خراب بکنن، شاید در جهت دینی و در جهت اخلاقی اینقدر توجهی نکنن، حتی چون خود آنها نه دینی دارن نه اخلاقی دارن. اما بحث اینجاست که میخوان که این جوانر با فکری که خود آنها دارن، حالا فکر سیاسی باشه یا فکری که اجتماعی که به نفع خود آنها تمام بشه، نه فکر دینی. به فکر دینی آنقدر توجه نمی کنن. توجه ها هست اما بسیار کم، از جهات دیگری توجه میشه. اما اینها میخوان که این جوان از فکر اسلامی دور بشه. چرا؟ چون اینها فکر اسلامی مخالف با فکر خود میبینن. بله. یعنی نمیتونن تحمل بکنن که یک جوان هم چهره آنها، هم زبان آنها، حالا هم کشور آنها، چهره او شاید هم شکل اونها باشه، فرق نکنه، همان نیروی جوانی که ای داره او هم داره. یعنی نمیتونه تحمل بکنه که ای جوان با فکر اسلامی باشه. چون فکر اسلامی یک فکریه که کاملا ناب، فکر کامل، فکر الهی، فکری که کاملا یعنی انسان به خوشبختی و به سعادت میرسانه. به همین جهت میخوان که مسلمان ها دور بکنن. وقتی که مسلمان ها دور کردن، باز بعدن اهداف دیگر و برنامه های دیگری که برای مسلمان ها چیده اند و میخواهند که اجرا بکنن. خب جناب استاد، اگر بخوایم پیشینه و تاریخچه تهاجم فرهنگی فکری یا حملات اندیشه‌ای را بررسی بکنیم، این تاریخ تهاجم فکری به چه زمانی برمیگرده؟ چه وقت آغاز شد حملات فکری علیه فکر اسلامی؟ اگر در مورد فکر اسلامی بگوییم، خب
حتی در زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم شبهات بود از طرف منافقین، از طرف مشرکین، از طرف یهود، از طرف نصارا و گروه های دیگری که بودند. شبهات برای مسلمان ها میریختاندند که از جهت بتونن فکر مسلمان ها را خراب بکنن. مثلا ما در غزوه احد داریم که وقتی رسول الله علیه و سلم به طرف احد میرن 300 نفر منافقین آنها حمله تهاجم فکری میکنن بر اونها. بله. تهاجم فکری هست. بله. یعنی تهاجم فکری به این معنا که اونها به شکل از اشکال در آیات قرآن کریم هست، در سوره مبارکه آل عمران که خداوند متعال به صورت تفصیل 60 آیه در این مورد بحث میکنه در مورد غزوه احد. خب ما در اونجا میبینیم که منافقین همین کار میکنن. فکری حتی بعضی از مسلمان ها خراب میکنن نسبت به این، نسبت به جهاد، نسبت به این که با رسول الله صلی الله علیه و سلم باشن. بله ما در خانه های خود میمانیم، در امنیم، چرا برای ما خود را به کشته بدهیم؟ و همچون چیزهای برای مسلمان ها گفته میشد و در فکر مسلمان ها القا میشد. اما بعد از اینکه اسلام به اوج خود رسید و اسلام پیروز شد و بر علیه افکار دیگه اسلام غالب آمد و این کفار میدیدند، غربی ها میدیدند که اسلام رو به رشد، روز به روز رو به رشد، ای رشد میکنه. کسی نمیتونه جلوی اسلام رو بگیره، جلوی قوت اسلام رو بگیره. اینها دیدند که اساس این حرکت بسیار منظم، حرکت عقیدتی، حرکت فکری، حرکتی که در هر جا قدم میگذاره پیروز میشه، اصل پیروزی اینها در کجاست؟ بله. پی بردن که پیروزی اینها در فکر اینهاست، در عقیده اینهاست. فقط عقیده و فکری که اینها را حرکت میده، عقیده و فکر که اینها را پیروز میکنه، عقیده و فکر که در هر جایی نمیبینن که اینجا آیا جان ما خطر داره یا نداره، قدم میگذارن. به خاطر چی؟ به خاطر عقیده خود. مثلا شما اگر تصور بکنین، مثلا کشور افغانستان ببینین، کشور عربستان یا کشور سعودی را ببینین. از اینجا صحابه رفتن اونجا، ما صحابه‌ای داریم که در اونجا دفنند. بله. در افغانستان دفنند. چه چیز اینها را باعث شد اونجا برد؟ به خاطر فکر بود، به خاطر اندیشه بود و به خاطر این اندیشه و فکر آنها از اینجا برخواستن، رفتن از کشور سعودی، از مکه مکرمه، از مدینه منوره برخواستن، رفتن در کجا؟ در افغانستان. نه تنها در افغانستان، حتی در کشورهای کنار جهان، در تمام دنیا. بله. در تمام دنیا. خب بعد اینا به هر حال نشستن که این حرکت چی طور حرکتیه که اینها باعث برای میشه که خانه و تمام اولاد و زن و همه چیز را ترک بکنن، حتی وطن خود را ترک بکنن، برن در یک جای دیگری. برای از اینکه فکر خود برای اون مردم نشان بدن، فکر خود را برای مردم بفهمانن که این فکر درسته، فکر سالمه، فکریه که انسان به خوشبختی میرسانه. از اینجا بود که بعد از اینکه در قرن 13 میلادی جنگ‌های صلیبی که به شکست مواجه شد به علیه مسلمان‌ها، جنگ‌های صلیبی متعددی مثل که امروز وجود داشت و مسلمان‌ها می‌خواستن قتل عام بکنن، شکست خوردن اینها. بعد از این شکست اینها نشستن با همدیگر که ما باید چیکار بکنیم. باعث بری شد که گروه‌های تشکیل بدن، مثل مستشرقین که به اونها خاورشناس‌ها میگن. این افراد در داخل مدارس دینی مسلمان ها، در داخل مدارس دینی اسلامی آنها جا دادن، حتی در داخل دانشگاه های اسلامی و فعلا هم هستن این گروه ها. کار اینها چیه؟ کار اینها این بود که وارد بشن در کتب مسلمان ها، آنچه که از مسلمان هاست بگیرند. مثلا امروز تمدنی که امروز، پیشرفتی که امروز مثلا غرب از او داد میزنه، اگر شما به اصل آن و با تاریخچه آن و به ریشه آن بازگردین، میبینین با مسلمان ها باز میگرده. چه قسم؟ مثلا بعضی از پیشرفته ها و تمدن هایی که مسلمان ها داشتن از اونها کپی کردن، یا حتی بعضی از کتاب های اسلامی که ما در جنگ های اسلام و در جنگ های مسلمان ها و مسیحی ها داریم که حتی کتاب های اسلامی داخل دریاها انداختن، داخل دریاها انداختن که از رنگ کتاب ها پر شد، چیزی را از خود کپی کردن، از اونها از او کتاب ها گرفتن. ولی کتب مسلمان ها، تمدن مسلمان ها، آنچه که مسلمان ها پیشرفتی که در اون زمان داشتن آن را کپی کردن و امروز به نام خود ثبت کردن. امروز به نام خود ثبت کردن و داد میزنن که بله ما متمدنین، ما به هر حال پیشرفت کردیم، ما فلان کردیم. و بعد از اینکه اینها این افراد را داخل کردن، حالا بیان سر خاورشناسا، وقتی که اینا داخل بر مدارس اسلامی شدن و از کتب مسلمان ها آگاه شدن، چیزی را گرفتن بر علیه مسلمان ها، از فکر اسلامی بر علیه مسلمان ها کار گرفتن. چگونه؟ مثلا یک جوان به عنوان مثال میای، مثل که در سیکولارها مثلا ما میبینیم، اگر خواسته باشیم به عنوان مثال بزنی، سیکولارها
یک جوان مسلمان ادعای مسلمان بودن میکنه، برای شما از آیات قرآن و از احادیث پیامبر سیکولار بودن و علمانی بودن خود ثابت میکنه. خیلی راحت میگه که بله دین از سیاست جدای، سیاست فاسده. خیلی یعنی از نظر فلسفی و از نظر حکمتی وقتی میای مسائل مطرح میکنه، شاید یک کسی که نفهمه با این سخنان چرب و نرم فریب بخوره. میگه بله اسلام دینی پاک، اینها آمدن گفتن این موضوع مطرح کردن، اسلام دینی پاک، اسلام دینی بدون آلایش. بله ما هم تا اینجا با شما موافق هستیم، هیچ نوع مشکلی نداریم، با شما موافقیم. اسلام دینی پاک، اسلام دینی بدون آلایش. بخش دیگر حرف مهمه، آمدن گفتن که وقتی اسلام بدون آلایشه و اسلام پاکه، سیاست پلیده، سیاست پلیده. پس بنابراین دوتا رو با هم نباید اینها رو با هم مخلوط بکنین، باید اینها رو از هم جدا بکنین. یعنی سیاست باید از مسائل دینی کاملا جدا باشه، فاصله باشه بین اینا. یعنی چی که حکومت بیایه، حکومت فکر اسلامی گسترش بده. حکومت چیزیه، اسلام چیزیه. اسلام داخل مسجد، اسلام گوشه داخل خانه بنشین، یک چیزی به هر حال پارچه‌ای را به سر خود بیانداز و با خودت مشغول باش. سبحان الله رو بگو، تسبیح هم دست داشته باش، اما از سیاست نه. یعنی سیاست داخل نشو. و کسی که مقام دولتی و کسی که وظیفه در حکومت داره، این مسئولیت نداره که فکر اسلامی را رشد بده یا درباره فکر یا درباره مسائل دینی صحبت بکنه. درست؟ اصلا یعنی حق نداره، حق نداره که این کار انجام بده. چون در دین مسیحیت مثلا ما وقتی که مستشرقین گفتیم، چون اساس از اینا برمیگرده به مبلغین مسیحی، اساس اینها برمیگرده به کلیساها. کلیساها افراد برای از اینکه بیان بر علیه مسلمان ها کار بکنن و فکر و اندیشه مسلمان ها تغییر بدن، از وسط خود و از افراد خود و از اشخاص خود فرستادن به مدارس اسلامی تا چیزی بفهمن و برای مردم به هر حال تبلیغ بکنن. چون در دین مسیحیت داخل شدن در سیاست جرم بزرگ پنداشته میشه. این نظر کلیساست، نظر کلیساست و نظر مسیحی است. حق نداره که یک شخصی که به دین مسیحیت پایه بنده، شخصی که حالا به خصوص کلیساها، روحانیون، منظور من روحانیونه، روحانیون مسیحی حق ندارن که وارد سیاست بشن. و شما به همین اساس میبینید که بعضی از کلیساها حتی با جنگ‌های امروزی که آمریکا و بعضی از کشورهای مسیحی دیگه برای انداختن بر علیه مسلمان‌ها مخالفت میکنن. به ظاهر مخالفت میکنن، اما در باطن از برنامه‌های آنها استفاده میکنن که این باز خودش برمیگرده به موضوع استعمار. خب اما این گروه‌ها و اصل و اساس ریشه تهاجم فکری از اینجا شروع شد که اینها افراد فرستادن بعد از اینکه در جنگ‌های رویارویی با مسلمان‌ها و جنگ‌های نظامی با مسلمان‌ها شکست خوردن و نتونستن که در مقابل مسلمان‌ها ایستاد بشن و هر روز در مقابل مسلمان‌ها شکست می‌خوردند و مفتضح می‌شدن و رسوا و بیچاره می‌شدن، مجبور شدن که از جهت فکر داخل بشن، فکر جوان خراب کنن. چون وقتی فکر خراب شد، فکر مسلمان خراب شد، دیگه از او ماهیت واقعی که فکر هر انسان هست وقتی از بین رفت، چیزی دیگه برای خب جناب استاد، شما خاورشناسا یا مستشرقین ذکر کردین. بغیر از مستشرقین دیگه چه گروه های جلو و لگام شبیخون فکری علیه اسلام و مسلمانان را به عهده دارند غیر از خاورشناسا یا مستشرقین؟ اینها به صورت کلی بود جناب استاد، اما بعد از آن افراد دیگری داخل شدند. وقتی که مستشرقین داخل اسلام خود را به نام مسلمان، حتی بعضی از اینها معرفی کردند و بعدها معلوم شده که اینها مسلمان نبودند، یا اینکه اصلا به نام مسلمان نه بلکه به نام کارشناس اسلامی. کارشناس اسلامی، حال ما دارین از متخصص امور اسلامی. بله، متخصص در تفسیر، متخصص در حدیث، متخصص در عقیده مسلمان ها. افراد اینها به بار آوردند، افراد در میان مسلمان ها به بار آوردند که متاسفانه افکار اینها را قبول کردند و آنها باز گروه ها و فروعات و شاخه های دیگری تشکیل شدند. خب استاد گرامی، بعضی از این مستشرقین را که ما نام میبریم یا خاورشناس ها واقعا در راستای علم حدیث یا در راستای علم تفسیر دسترسی داشتند، به خصوص در زبان عربی؟ دسترسی دارند. بله. فعلا هم مستشرقینی که هستند یا خاورشناسانی که هستند دسترسی دارند، اما متاسفانه که این فهمی که دارند
یا از دو حال خالی نیست، یا فهم آنها قاصره که نمیتونن درک بکنن. درسته حدیث مطرح میکنه، آیه مطرح میکنه، همچون سراب میمانه، همچون سراب میمانه. یعنی ظاهر بسیار مجلل، از ظاهر میبینین، از دور میبینین واقعا یک چیزی هست، اما وقتی داخل میشین هیچی نیست، داخلش خالیه، تو خالیه. از دو حال گفتیم خالی نیست، یا اینکه اینا نمیفهمن، یا اینکه روایات و آیات قرآن عظیم الشأن و روایات اسلامی و احادیثی که ما حالا به تعبیر شما میگین به اون دسترسی دارن و واقعا مسلطن، بله مسلطن، میخواهن ما، چون گفتین که هدف اینها شبهه پراکنیه، هدف اینها تغییر افکاره، هدف اینهاییه که فکر و اندیشه یک مسلمان درست نباشه، بناهن از این جهت داخل میشن. چون نمیتونه به صورت مستقیم بیای بگه این کتاب انجیل، این کتاب تورات، یا بیای بگه این فکر منه، بیا قبول بکن. همچون چیزی خود جرئت نمیکنه ولی یک مسلمان بگه. میخوام بگین که مستشرقین یا خاورشناسا اگر مثال بتیم، مثال مثلا در طعام، در تقریبا نیم کیلو یا 1 کیلوگرم طعام میاین 1 گرم سم یا زهر پاش میتن. کاملا درسته. یک زهری داخل میکنن، ای کاش زهر میبود، کاش زهر میبود که هر کس میخورد و میمرد، از دنیا میرفت. زهری وارد میکنن که هم انسان را سرانجام به کشتن میدن و هم فکر مهمه جناب استاد، فکر خیلی مهمه. یعنی انسان بدون فکر در واقع انسان نیست. حالا اگر ما خواسته باشیم یک شخص بدون فکر او ما انسان بگین، خب این مجسمه ها و این عروسک هایی که امروز ساخته شده باید به اینها هم انسان بگین. یا ربات ها فکر ندارن، اگر چی حالا به هر حال کار ظاهر میکنن، حرکت میکنن، در ظاهر حرکت میکنه. حتی بعضی از کارها برای چنین تلقین شده که بعضی از کارها میکنه، برای بگو برو گلاس آب بیار، میره برای تو لیوان آب میاره، برای بگو قلم بردار، قلم بر میداره، بگو اینجا برو، اینجا میره، سلا دست خود میگیره، اما فکر نداره، فقط بر اساس تابع است، تابع است، کنترل و مهارش در دست کسی دیگری است. کاملا درسته. اگر انسان بدون فکر باشه مثل رباته. پس شما میخواین بگین که کشورهای غربی میخوان که مسلمان ها مانند یک ربات، بله، یا انسان های که از پلاستیک و نمیفهم از وسایل چی ایره ساختن، مانند از اونها باشن که مهار و کنترل و ریموت کنترل از اینا در دست اونا باشه، هر وقتی که خواستن از اینجا به اینجا بگذارن، از اینجا کاملا درسته. میخوان که به هر طریقی خواسته باشن او کنترل بکنن و به هر طریقی که خواسته باشن این فرامو رقم فکر کنه. یعنی نوکر باشه برای اونها، هم در ظاهر، هم در کارهای روزمره زندگی و همچنین در قسمت فکری هم برای اونها نوکر باشه. خب اونا را قسمی که شما گفتین فکرشان ازشان بگیرن. بله. خب جناب استاد تشکر. به اجازه شما و به اجازه بیننده های عزیز و گرامی میریم به سراغ یک میان برنامه. پس از دیدن میان برنامه انشاءالله دوباره خدمت شما عزیزان خواهیم بود. آیا دلمرده‌ای که ما او را زنده گردانیدیم و برایش نوری قرار دادیم که در پرتو آن در میان مردم راه می رود، مانند کسی است که در تاریکی به سر می برد و نمی تواند از آن بیرون بیاید؟ این گونه کارهای کافران برایشان آراسته شده است. وصال
خب بیننده های عزیز و گرامی، با عرض سلام دوباره خدمت شما بزرگواران هستیم با اولین قسمت از سلسله برنامه های بازسازی اندیشه. قبل از میان برنامه جناب استاد عبدالرحمن فاتح در ارتباط به معنا و مفهوم تهاجم فکری و اینکه تهاجم فکری چه وقت و توسط چه کسان آغاز شد و چه گروه های لگام و جلو تهاجم فکری علیه مسلمانان را بر عهده دارند صحبت کردند. حالا استاد گرامی استاد ابراهیم احراری از طریق تلفن با ما هستند. اگر استاد گرامی استاد ابراهیم احراری صدای ما را میشنوند، من خدمتشان عرض سلام و ادب فراوان دارم. علیکم السلام خدمت شما استاد عزیز و استاد گرامی آقای استاد فاتح و استاد انصاری که مقدمه برنامه را ایشون شروع کردن. سلامت باشین جناب استاد گرامی. جناب استاد گرامی، میخواستیم از شما در ارتباط به اینکه هدف از تهاجم فکری که دشمنان در شرق و غرب علیه امت اسلامی براه انداخته‌اند چیست؟ چه میخواهند از این تهاجم یا از این حمله فکری علیه ملت‌های اسلامی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من قبل از اینکه بخوام به سوال شما پاسخ بدم، مطلبی رو لازم یادآوری بکنم در مورد بحث مفاهیم کلمات. بله استاد. البته استاد فاتح مطالب اشاره کردن، آقای انصاری هم اشاره داشتن، شما هم همچنین. بله بفرمایید استاد گرامی. بفرمایید. اما اون چی که خواهش میکنم، اون چی که مهمه ما باید ببینیم مفهوم جنگ فرهنگی یا جنگ فکری و با جنگ نظامی چیه. بله. یعنی من یه اختلاف کلامی دارم با پژوهشگران در این زمینه. بله. من معتقدم این روش رو ما نمیتونیم بگیم تهاجم فکری. بله. چرا که در یک تهاجم دشمن شناخته شده است، ابزارهاش شناخته شده است، خود دشمن رو در روی تو قرار گرفته و تو در واقع وارد یک پیکار رو در رو و معین و روشن هستی. اما در این روش سیستم متفاوته، چون دشمن در چهره‌های متفاوت خودش به نمایش قرار میده، هرگز با آلات و ابزارهای جنگی وارد میدان نمیشه، بلکه همونجوری که دوست اونای استاد فاتح اشاره کردن، از افرادی از درون خود جامعه میتونه استفاده بکنه. خب ایشون اشاره کردن به تاریخ جریان این نوع حمله فکری یا این نوع خیزش فکری برای نفوذ به امت بشری و انحراف اون. جالبه که من خودم شخصا حمله این نوع حرکت رو مقدم میدونم بر حمله نظامی، یعنی تغییر یک فکر و فریب دادن یک اندیشه قبل از حمله نظامی در تاریخ بشری تقدیم داشته. شما اگه به داستان خلقت بشری نگاه بکنید میبینید که در برابر ذات الله تبارک تعالی شیطان چگونه وارد یک برخورد فکری میشه. خب چگونه شیطان. بله شما استاد گرامی میخواین بگین که حملات فکری یا هجوم فکری یا تهاجم فکری ابتدا مقدمه است برای تهاجم نظامی؟ بله، نه تنها میشه گفت مقدمه، بلکه تهاجم نظامی ابزاریه برای تداوم هجوم فکری. من نگاه کنید، میخوام قشنگ جریان رو باز بکنم. شیطان نگاه کنید در اولین برخورد فکر کرد در بارگاه الهی هم میتونه با همین ابزارها استفاده کنه. اومد بحث سجده رو با قیاس بر اندیشه خودش که من برترم و انسان پایینتره مصلحت نیست. بله. خب پروردگار که مثل بشر نبود که فریب این کلمات رو بخوره، معاذالله. شیطان تکلیفش مشخص شد. در برابر آدم و حوا نگاه کنید، اونجا شیطان وارد میشه. قاسمهما انی لکما لمن الناصحین. در این آیات الهی نگاه بکنید چندین نوع قسم و تأکید وجود داره بر این که شیطان ظاهرا برخلاف اون چیزی که در تصاویر و کارتون ها میکشن شیطان شاخ داره دم داره، اینجوری نباید باشه. چون اگه شیطان زشت بود جلوی آدم سجده میکرد، ظاهرا باید از یک شرایط خیلی بهتری بهره‌مند باشه، شرایطی برخوردار باشه. اینجا با یک چهره بسیار خیرخواهانه‌ای در برابر آدم و حوا علیهم السلام قرار میگیره و با چندین قسم و تأکید میگه من خیر و نصیحت شما رو میخوام به یک زندگی جاودان برسونم و امثال اینها. و این روند رو ما در تداوم تاریخ بشری پی در پی داریم تا امروز که شما اشاره کردید به جریان که غربی ها در برابر مسلمان ها شکل دادن. حالا من دیگه مسائلش استاد فاتح اشاره کردم، فقط میخوام به یک نکته دوباره برگردم.
اشاره کنم، اون هم این بود که تاریخ اسلام هم از همون ابتدا مواجهه با این برخوردهای فکری بود. از شما از جریان عبدالله ابن سبع یهودی نگاه بکنید که چگونه موریانوار بر پیکر و اندیشه امت اسلامی وارد شدن، حتی جان خودشون رو دادن برای ایجاد انحراف در تفکر دینی و تداوم این رو ما در ملت‌های مهاجر در کوفه و بصره می‌بینیم که به شهادت عثمان رضی الله عنه اینها هم ختم شد. نتیجه همین جریان است و جنگ‌های جمل و صفین و نهروان هم همین پدیده اینها رو به شکل داد و در دنباله تاریخ امت اسلامی می‌بینید همین فکر وارداتی به همین نحوه موزیانه تونستی چنین ضربه‌ای بزنه. من استاد میخوام به یک نکته دقیقی اشاره بکنم، خیلی عجیبه. حذیفه ابن یمان رضی الله عنه و صحابه پیامبر میگه ما چون جاهلیت رو درک کرده بودیم بله. و همیشه ترس داشتیم که مبادا جاهلیت دوباره به سراغ ما بیاد. بله. من برخلاف سایر اصحاب همیشه از پیامبر در مورد شر سوال میکردم. اصحاب میگفتن خیر چیه؟ من میگفتم یا رسول الله شر چیه؟ در یک روایتی که ایشون اشاره میکنه پیامبر صلی الله علیه و سلم اشاره میکنه به حذیفه ابن یمان که حذیفه دعاتی هستند که در درهای جهنم قرار گرفتن. خیلی عجیبه، هر کی این داعیان رو دعوتگران رو حرفشون رو قبول کنه فریبشون رو بخوره میگیرن صاف میندازنش تو جهنم. حذیفه میگه یا رسول الله اینا کیان؟ چجور آدمایی؟ میتونی برای ما توصیف کنی چه ویژگی دارن؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم اینجوری بیان میکنه، میگه بله قوم من جلدتنا و یتکلمون به السنتنا، اینها قومی هستن هم رنگ ما، هم پوست ما، هم نژاد ما و با زبان ما صحبت میکنن، اما متاسفانه بر سنت من حرکت نمیکنن، بلکه بر قوانینی غیر از قوانینی که خدا و رسول فرستاده حرکت میکنن. حالا ما این داستان حذیفه و این دنباله حدیث رو برای یک فرصت دیگه میذاریم. میخوام اشاره بکنم کسانی که وارد میشن اندیشه یک امت رو، به ویژه امت اسلامی که آخرین امت برحق بشری هست، همون امتیه که برای نجات بشری اومده، میخوان تغییر بدن، در لباس دوست میان، در زبان دوست میان، در فرهنگ دوست میان، از خود ما هستن، مثل ما هستن، اما نحوی حرکت و بیانشون همونجوری که استاد فاتح اشاره کرد به گونه‌ای هست که فکر و اندیشه ما رو تغییر میدن و به سمتی که میخوان بکشونن بدونی که ما متوجه بشیم وارد یک جنگ و پیکار شدیم. همونجوری که آدم علیه السلام میبینید در اون ابتدا مورد این شرایط در این شرایط قرار گرفت و فریب این شیطان رو خوردن. خب شیطان هم استاد گرامی شیطان هم داخل شد گفت اینی لکم علی من الناصحین. بله قطعا این سخنش بود، خیرخواهانه بودش دیگه. الان انشالله در تداوم این برنامه ها خدا توفیق بده من یادم رفت تبریک بگم که واقعا جای تبریک داره. ما باید امروز وارد این پیکار بشیم. من استاد انصاری اشاره کردم که ما باید در برابر این تفکرات واکسینه بشیم. این نکته رو باید فراموش نکنیم. همیشه این بازار آشفته وجود داره. بله. اما اگر ما بتونیم کالایی سالم و بدون تقلب به جهانیان عرضه کردیم، هنر کردیم. واقعا. ما نمیتونیم جلوی این کالاهای تقلبی رو بگیریم، جلوی این کالاهایی رو که میتونه به مردم آسیب بزنه، اما میتونیم فکر خوب، اندیشه خوب رو ارائه بدیم و به مردم یاد بدیم محک چیه، حق رو از باطل چگونه باید بشناسن و ما علینا الا البلاغ. حالا خودشون تصمیم خواهند گرفت که راه جهنم رو برن یا راه حقیقت و خوشبختی و سعادت رو. اما میرم سراغ اهداف که شما بهش اشاره کردید. بله. نگاه کنید اهداف، گفتم از ابتدای خلقت بشریه. بله. شیطان قسم خورده که بشر رو به هر طریقی شده، از هر سمت و سویی که شده، با هر توانی که شده کاری بکنه که فریب بخوره و به بهشتی که پروردگار وعده‌شو داده، بهشت جاودان، دست پیدا نکنه و خداوند همین اجازه رو به شیطان داده. این قانون الهیه. یعنی ما وارد این جریان فکری از ابتدا شدیم، اما در شرایط امروز خیلی متفاوت‌تره. استاد اشاره کرد جنگ‌های صلیبی. بله درسته. تاریخ اسلام علی‌رغم که اینها اومدن نفوذ کردن، مذاهب ایجاد کردن، فرقه‌های فکری ایجاد کردن، انفعال ایجاد کردن، رهبری رو از خلافت شورا تبدیل شد به جریانات سلطنتی در امت اسلامی، همه این اتفاقات افتاد. نفوذ عوامل بیگانه بود، عوامل فکری بود از جریان اخوان و صفا. علی‌رغم همه اینها
امت اسلامی حتی اگر شکست خورده، نگاه کنید حتی در برابر مغول‌ها که اومدن پایتخت خلافت اسلامی رو گرفتن و خلیفه رو کشتن و تمام تمدن و تاریخ ما رو با آتش کشیدن، همینجوری گفتن که کتاب‌های ما رو صلیبی‌ها در آب‌ها انداختن. با همه این احوال ما یک مسئله بود، ما انتم الاعلون بودیم، چرا که احساس ایمان می‌کردیم و این دشمن متوجه این شکست ناپذیری روحی ما شده بود. میدونید که روحی ما رو نمیتونه شکست بده. در جنگ‌های صلیبی همینجوری شد. اینها به هر ابزاری متوجه شدن. در جنگ‌های صلیبی بود که در واقع بیزانس بود که مغول‌ها رو به این سمت کشوند. در واقع بیزانس بود که تفکر شیعه صفوی رو در ایران جون داد، در برابر عثمانی‌ها تقویت شد، حتی از اون ور نیروهای روسیه رو وارد میدان کرد. اما دیدن ما از نظر روحی شکست نخواهیم خورد. حتی جنگ جهانی اول دوم اینو نشون داد. اما امروز که در واقع میشه که قرن معاصر هست، وارد راهی شدن که همون راه اولی باشه که بتونن اندیشه ما رو منفعل کنن، ما رو متفرق بکنن به چند دلیل. یک، پروردگار اگه دقت بکنید قالب ثروت‌های دنیا و منابع دنیا رو در سرزمین‌های اسلامی قرار داده و این چیز خیلی عجیبیه. شما اگر از منابع نفت و طلا و موارد دیگه نگاه بکنید، حتی افغانستانی که بعضا میگن سرزمین محرومیه، بزرگترین گنج‌های دنیا در افغانستانه. خب این سرزمین‌ها در حالی که اینها در حال انقلاب صنعتی بودن و انقلاب صنعتی رو به رشد هست و نیاز به مادیات و ثروت دارن، خب برای این چیز ضروریه دیگه. دوره استعمار کهن، استعمار نظامی گذشته. بعد هرچند که الان هم استفاده میکنن از این ابزار استعمار نظامی، اما قوی ترین ابزارشون ابزار فرهنگیه و طبیعی بحث ثروت ما هست. قسمت اول گفتم اهداف دینی که شیطان پشت این جریان خوابیده، چون که اسلام اومده بشریت رو آزاد بکنه، به خوشبختی و سعادت برسونه، باید این از بین بره. منافع اقتصادی هم هست، از همه مهمتر اگر کشورهای اسلامی، امت اسلامی متحد باشن، هرگز اینها توانایی رو نخواهند داشت. حتی اگر امت اسلامی 100% به حقایق دینی دست پیدا نکنه، در برابرش بایستن. پس باید امت متفرق بشه، امت منفعل بشه. موارد فراوان دیگه‌ای در این تداوم هست که من تو وقت ممکنه مجال نده میذارم سوال بعدی شما. استاد گرامی، شما به اتفاق و اتحاد و همبستگی امت اسلامی اشاره کردین، در حالی که وقت دشمن حمله فکری یا تهاجم فرهنگی هم که میگین علیه امت اسلامی به راه میاندازه، شما اشاره کردین که اینها تانستن که از افراد داخلی به حیث ابزار استفاده کنن. وقتی در داخل امت اسلامی، در داخل کشورهای اسلامی ما افراد خودفروخته، افراد اجیر داشته باشیم که به دشمن کمک کنند و به آسیاب دشمن آب بریزند، چطور میتونیم که یک اتحاد و اتفاق ایجاد بکنیم و برا بیاندازیم؟ اتفاقا استاد فاتح در صحبتاشون به این اشاره کردن، به جنگ احد و جنگ احزاب و سایر مواردی که منافقین همین ستون پنجم عملا حتی از نظر نظامی خواستن ضربه بزنن. حتی شما در جریان جنگ خندق نگاه کنید، برنامه‌ریزی عملا نظامی بود برای ضربه. همیشه در امت اسلامی افرادی بودن که آماده بودن، کمر همت داشته بودن برای اینکه به امت ضربه بزنن. بله، ما چطوری میتونیم؟ اشاره بر اینه که ما یه روشی رو خدا داده، بازگشت به قرآن و سنت صحیح. ما باید به هر عنوانی که شده، همین گونه که شما الان این برنامه رو گذاشتید، چگونه مثلا مثال میزنم، یک شخصی رو که شما بهش طلا بدید، این طلا رو در اولین وهله محک میزنه، میبره پیش طلا فروش، محک میزنه آقا طلا اصلی یا تقلبی. بله. امروز شما سر کسی دیگه نمیتونید کلا بذارید طلای تقلبی، حتی اگه یه فلزی رو تو آب طلا بزنید، طرف میبره اونجا بر اساس محک شناسایی میکنن، وزن حجمیش و جرم حجمیش و سایر مسائل دیگه. باید همونجوری که استاد انصاری در ابتدا اشاره کرد، ما باید امت اسلامی رو مسلح بکنیم به قرآن و سنت صحیح تا فریب این افراد رو نخورن و حتی این افراد نجات پیدا کنن، چون این افراد هم از امت اسلامی هستند، جدا از امت اسلامی نیستن. سخن پیامبر واضحه، این افراد هم در درون ما بودن. استاد محمد قطب در باقون المعاصر اشاره خوبی داره، میگه وقتی که ناپلئون اومد مصر رو گرفت و فتح کرد در دست استعمار انگلیس، اومد گفت آقا من مسلمانم. اولین کاری هم که کرد رفت تو حلقه صوفیا شروع کرد باهاشون ذکر و به قول معروف رقص سما اینها رو انجام دادن و گفت آقا در فرانسه 5 وقت ما اذان میدیم و فلان. و چاپخانه اسلامی در مصر در همون زمان شکل گرفت و وقتی که ایشون اشاره میکنه که
3 سالن فرهنگی شکل دادن که در اون سالن‌های فرهنگی 3 زن بودن که میخواستن افکار دینی رو که بسیار روشنفکران معاصر مثل با اون سالن‌ها ارتباط داشتن تحت شعاع قرار بدن. اما سخن اینجاست، آیا در برابر چنین حرکت مذبوحانه‌ای علما ساکت بودن؟ نه، علما کار خودشونو کردن، اهل دعوت کار خودشونو کردن، هرچند که امت آسیب دید. بله این آسیب وجود داره، نگرانی شما هست. الان ما این نگرانی رو داریم، همینجوری شما گفتید، بین دانشجویان ما، بین جوانان ما، بین حتی تحصیل کردگان ما، حتی افراد ساده و عوام ما. می‌بینیم حتی شبکه‌های تلویزیونی ما، چون بحث این نوع حرکت فکری تنها در یک بخش نیست، در چند گروه ما تصور بکنیم، یک جریان پیچیده و گسترده‌ایه که همه علیه بندگی بشریت در برابر الله یا امت اسلامی حرکت قرار داده شده. این ما اگر تونستیم این موفقیت داشته باشیم که قرآن و سنت صحیح رو تبلیغ بکنیم و نقاطی رو که این افکار، همین شما برنامه رو برای اون زدید، بهش اشاره بکنیم و نقد بکنیم که کجاهای این اندیشه ها با حقیقت قرآن و سنت سازگار نیست، یقینا بدونید که امت اسلامی اینها رو رها خواهد کرد و اینها طرفی به جایی نخواهند بست. اما نیاز به تلاش و کوشش دعوتگران داره. استاد گرامی ببخشید، به عنوان آخرین سوال، شما گفتین برگشت به قرآن و سنت، برگشت به قرآن و سنت صحیح. امروز جوانی که مثلا آشفتگی فکری داره، به انحرافات و گمراهی فکری دچار شده، میگه شما هر کدامتان، هر طرف از شما امروز ادعا میکنه که برگشت به قرآن و سنت. امروز طرفی که خرافاتش خیلی واضح و روشن است، اون هم ادعا میکند که ما برگردیم به قرآن، برگردیم به سنت. اما کدام سنت و قرآن؟ این سنت قرآن که یک گروه ادعای برگشت به اون میکنه با اون دیگر متفاوت است. چگونه من بتونم تفکیک کنم؟ جوان میگه من چگونه بتونم؟ بله من شما به خیلی ساده میتونید، اما حرفی که اول زدم، شما به اون جوان 2 تا فلز بدید، یکی آب طلا داره، یکی طلا واقعیه. وقتی بهش بدید خودش که نمیتونه بشناسه، اینو بعد ببره پیش کی؟ پیش یک زرگر طلاشناس و براش محک بزنه. واقعا مفاهیم دینی یه چیزی که بخوان ابهام ایجاد کنن، حرف شما درسته. ما در جامعه خودمون با این خیلی مواجه هستیم، مخصوصا ما در ایران بارها و بارها اینو دیدیم. آقا از کجا بفهمیم این ملا راست میگه یا اون ملا راست میگه؟ از کجا میفهمیم تو راست میگی یا اون صوفی راست میگه؟ از کجا میفهمیم تو راست میگی یا استاد دانشگاه راست میگه؟ آقا فلانی دکتر اسلام شناسه، فلانی 10 تا کتاب نوشته، فلانی مثلا آیت الاسلام است، فلان است. بله عناوین خیلی وجود داره. ما مصیبت داشتیم، تجربه کردیم. همون گونه که این شخص نیاز هست به متخصص بشناسه، ما باید این آموزش رو بدیم، این رو بگیم یک علمه. نگاه کنید بحث مفاهیم دینی، ولی از کجا میشه حدیث صحیح فهمید؟ یک کسی که 2 کلاس درس دینی خونده باشه، با حدیث آشنا باشه، میفهمه که مفاهیم حدیث از نظر محدثین تحقیق شده، درجه بندی حدیث مشخصه، رتبه حدیث مشخصه و هیچ اختلافی از نظر علمی وجود نداره. مثل 2 + 2 میشه 4. هیچ جا شما نمیتونید پیدا کنید 2 + 2 بشه 5. یعنی یه محدث واقعی در فقه حنفی با یه محدث واقعی در فقه شافعی، مالکی، حنبلی اگه نگاه کنید روش تحقیقشون و اعمالشون شبیه به همه. ممکنه در بعضی از جزئیات یا روات فرق بکنه. باید این رو حالی بکنیم که این یک بحث تخصصیه، یک بحثیه که شما باید به متخصصین فاسألوا اهل الذکر، اونجایی که قرآن اشاره میکنه وقتی دچار بحران میشن روش اشاره کنن به کسی اول الامری که هستن بتونه. اینجا همون دانشمندان فکریه. دانشمند فکری جدا هست از حقه باز و افرادی که القاب و مدرک و عناوین و اینجور چیزها رو با خودشون حمل میکنن. این رو باید ما روشن بکنیم. در گذشته الحمدلله در بین امت اسلامی بوده، علیرغمی که این رسانه ها نبوده. الان هم استاد عزیز من این رو به وضوح خدمتتون عرض کنم، حتی اونهایی که میخوان این ادعا رو بکنن کاملا واضح و روشنه که وقتی که شما حتی با یک دستگاه گوشی همراه ساده امروز این تحقیق به دست میاد، همه چیز وجود داره. یعنی ما مثل گفتگو نیستیم. باید اون جوون یا اون فرد رو خالیش بکنیم، تو به نزد متخصص برو برای اینی که ببینی این تقلبی یا اصلی. تشکر استاد گرامی، استاد ابراهیم احراری، از اینکه لحظات از وقت گرانبهایتان را در خدمت ما و بیننده های عزیز و گرامی ما قرار دارید. خدا نگهدار شما استاد گرامی.
خدا یار نگهدار شما هم باشه، در پناه الهی. و علیکم السلام، تشکر. خب بیننده های عزیز و گرامی، باز هم با هم یک میان برنامه کوتاه را مشاهده میکنیم و دوباره پس از این میان برنامه خدمت شما عزیزان و مهربانان خواهیم بود. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم على الكفار رحماء بينهم على الكفار رحماء بينهم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد فرستاده الله است و کسانی که با او هستند در برابر کافران تند و سرسخت و نسبت به یکدیگر مهربان و دلسوزند. خب بیننده های عزیز و گرامی، با عرض سلام مجدد خدمت شما بزرگواران هستیم و همکار عزیز ما، کارگردان گرامی ما احمد جان، اگر تلفن های برنامه را زیرنویس کنند تا مکالمات و تماس های بیننده های عزیز و گرامی را داشته باشیم. خب قبل از اینکه بریم به سراغ تماس ها و تماس های بیننده های عزیز و گرامی برقرار شود، استاد گرامی از شما میخواستم بپرسم که دشمن برای گسترش تهاجم فکری و برای گسترش حملات فکری خود از چه راه‌های استفاده میکنه؟ قبل از هر چیز جناب استاد به نوبه خود تشکری میکنم از جناب استاد بزرگوار آقای احراری با صحبت‌های بسیار خوب و ماشاءالله صحبت‌های انقلابی که الله متعال با عمر و به علمشان برکت بده. آمین. اما در مورد سوال شما جناب استاد، اهداف و یا میشه گفت از راه‌هایی که اینها استفاده میکنن برای از اینکه هجوم بیارن برای مسلمان ها و از این راه‌ها استفاده میکنن تا یک جوان مسلمان در واقع هویت و ماهیت اصلی خود از دست بده. بله. چیزی برای او باقی نمانه، یا اصلا به صورت کل هر مسلمان به این گونه که هویت و شخصیت واقعی خود را از دست بده. یکی از اینها اینه که افکار و عقاید مسلمان ها را کوشش میکنن و تلاش میکنن تا آشفته بکنن. بله. دوچار تشتت و پراکندگی در افکار، مثل که شما اشاره کردین جناب استاد. وقتی برای یک مسلمان میگی به قرآن و سنت مراجعه بکن، میگه خب هر کس میگه قرآن و سنت، کدام قرآن و سنت؟ این یک فکری از جهتی همین فردی که این فکر را در ذهن مسلمان جای میده، این نفر را از متخصص دینی دور میکنه به نامهای مختلف. به نامهای مختلف برای متخصصین دینی نامهای بسیار بد و نامهای زشت را به اونها نسبت میدن یا کارهای بد و زشت به اونها نسبت میدن تا این جوان وقتی موضوع پراکندگی، موضوع میشه گفت شبهات وقتی در ذهن این میایه و باعث آشفتگی افکار و عقایدی که در ذهن این جوان وجود داره و این مسلمان وجود داره، اینها به وجود میاد، نیاز به این داره که به یک شخص متخصص مراجعه بکنه تا مشکلش را حل بکنه.
به این معنا که اینا بین جوان، بین مسلمان و متخصص علوم قرآن یا علوم سنت فاصله ایجاد میکنن. کاملا. چهره متخصص، چهره عالم دینی ما را تشویح میکنن. کاملا برای بدنام کردن علما، برای اینکه علما را کم جلوه بدن. حتی ما میبینیم مثلا امروز در بعضی از کشورهای اسلامی حتی برای ملاها و برای افرادی که حالا ملا نه، بر عنوان کسی که دین را میفهمه، حالا به هر نامی که باشه، تحت هر عنوانی که باشه، جوک میسازن، فکایی برایش میسازن. به خاطر چی؟ چون وقت جوک و فکایی برای ملا و برای عالم دین و برای متخصص دین ساخته شد، اون مقام و جایگاهی که یک عالم و یک فهمیده و یک متخصص در ذهن یک مسلمان باید داشته باشه، اون مقام از بین میره. اون فردی که امروز برای یک متخصص دین جوک میگه، فردا میره حرفش رو میشنوه، شما قبول بکنین که هرگز نمیشنوه. حالا بحث چی بود؟ بحث اینجا بود که اینها آشفته میکنن. بله. توسط چی؟ توسط شبهات. وقتی شبهه را انداخت، ذهن این جوان را از افکار و از شبهاتی که خودش پیش خود داره پر کرد و برایش از جهتی راه را میبنده، سد راهش میشه، راه را برام میبنده که پیش متخصص دین مراجعه بکنه تا ای که این مشکلش حل بشه. بناهن افکار عجیب و غریبی در ذهن ای میاندازن که حالا به هر حال تو کدام یکی را میخوای قبول بکنی؟ کدام اسلام؟ همین اسلامی که سر میبره، همین اسلامی که میکشه، همین اسلامی که جنگ برای انداخته، همین اسلامی که در اون نعوذ بالله ترور هست، همین اسلامی که برای تو جز بدبختی چیز دیگری به بار نیاورده. اینها یعنی افکار و آشفته کردن افکار و شبهه پراکنی در اذهان مسلمان ها و به شکل سد راه شدن برای اینکه یک مسلمان بتونه به حقیقت برسه هست. تشکر استاد گرامی. اجازه بدین بریم سراغ تماس ها. اولین بیننده را میگیریم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید، خود معرفی بکنیم برادر گرامی. الو. بفرمایید، صدای شما را میشنویم، بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله تعالی و برکاته. صدای شما داره در استودیو پخش میشه، بفرمایید خود معرفی کنیم برادر گرامی. سلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. ابو عمر هستم از هرات. آقای ابو عمر بفرمایید، در خدمت شما هستیم در ارتباط به تهاجم فرهنگی علیه امت اسلامی اگر صحبت داریم. خواهش میکنم. سلام به شما و جناب استاد فاتح و استاد احراری و تمام بیننده های عزیز. سلامت باشید. خواستم در مورد خود فکر که از ابتدا برنامه‌تان اگر کم وقت ما بده انشالله، چون فکر که هست خودش امو محصل کارکرد ذهنی انسانه که بیشترین انرژی که ما انرژی عصبی که ذخیره میکنیم در طول شب و روز او مصرف میکنیم و دقیقا در مقابل او چیزی که ما مصرف میکنیم باید نتایج خوبی هم انتظار داشته باشیم. بله. به خاطر که فسفرس، آهن و این چیزهایی که ما در مقابل این کارکرد فکری و ماحصل فکری ما مصرف میکنیم بیشترین مواد کم مصرف است که یعنی در هر چیزی مواد وجود نداره. مثل آهن میبینیم بیشتر انسان ها با کمبود آهن و فسفرس این چیزها روبرو هستند. ببینید شما جناب استاد، یکی طرز فکر است که یکی محتوای فکری است. از نگاه محتوای فکری مسلمان ها از ابتدا رسول الله صلی الله علیه و صحبه و سلم و تمام صحابه ما در بلندها و اوجنای امر قرار داریم از نگاه محتوای فکری. اما از نگاه طرز فکر که این وابسته به همون تربیت ذهن و روش های مطالعه هست و خوراک و چیزا هست که ما میتونیم در تعلیم و تربیه ما برنامه روی کسایی که میتونن اونها سرمایه‌گذارهای هدفتان اندیشه جناب ابو عمر هدفتان از خوراک و طعام البته خوراک فکری است، تغذیه فکری است. بله. نه منظورم این است که طرز فکر خودش یک نوع مهارت هست که ما در طول 6 سال میتونیم روی یک موضوع تمرکز بکنیم که خودش یک کتاب‌هایی داره. ما مثلا از دکتر اکبر علی سیف یک نویسنده عرب است که ما میتونیم مطالعه کنیم، شکل مطالعه، عبارتخوانی، ساعات مطالعه که خودش کلا برای گرفتن فکر است، گرفتن مطالعه کردن تجارب گذشته است. من می‌خواستم فقط
ما در سوره 2 نماینده و 3 نماینده که فکر در ذهن انسان القا میکنه در خود انسان داره. ما یکی نفس شیطان است که القا کننده فکر منفی هست در انسان و یکی دیگه فکر درست و صحیح است که در فطرت و وجدان انسان وجود داره. این 4 نماینده یعنی همون جنگ از همون ابتدا شروع میشه در انسان. بله. یعنی شما اگر بیاین مطالعه بکنین همون ابتدا ما شما گاهی وقتا به نقد خود میپردازیم، چرا همچین فکر تو قبول کرد از طرف نفس، چرا همچین فکر از طرف شیطان قبول کردی، باز وجدان ما را اینجا نقد میکنه. ببینید جنگ از اون ابتدا شروع است و تا روزی که ما میمیریم و از دنیا میریم باز هم همین جنگ وجود داره. این امکان نداره ما از این دو چیز خلاصی پیدا کنیم از نفس شیطان. و خداوند الله جل جلاله در سوره قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس، به همه بزرگوارا مشخص است که این معنایش چی است. پوشیده هست، خناس هست. ما باید از این دوری بجوییم و انشالله برنامه دیگه اگر فرصت شد انشالله در ساختار فکر اندیشه و مشغله‌های ذهنی انشالله اگر اجازه تان باشه انشالله تشکر ابو عمر عزیز. انشالله تشکر برادر گرامی، تشکر. خب بیننده بعدی سلام علیکم. سلام علیکم و رحمت الله. خسته نباشید. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید خواهر عزیز اگر در ارتباط با موضوع برنامه گفتنی دارین. بخشی نمیخوام مزاحم بشم، فقط میخواستم با اتاق فرمان میخواستم صحبت کنم. درست است، بعد از برنامه خیلی تماس بگیرین انشالله. خب میریم سراغ بیننده بعدی. سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید برادر گرامی. هستم با کارشناستون صحبت کنم. صدایتان کمی بلندتر بکنین چون صدا واضح نیست. خواستم با کارشناس محترمتون صحبت کنم. کارشناس برنامه صدای شما را میشنون، بفرمایید خدمت شما هستیم. خسته نباشید. سلامت باشین. خوبی الحمدلله. لطف پروردگار. بفرمایید برادر گرامی سوالتان رو مطرح کنین، میشنون. بیننده گرامی صدای تلویزیون تانه ببندین، از طریق گوشی تلفن با ما هم صحبت باشین. سلامت باشین برادر. از این راجب این مشکلات جامعه اسلامی این همه امکانات خدا دادی که در اختیار کشورهای عربی هست، چرا در فکر این همه مسلمان ها نیستن به این تکنولوژی و به این احتیاجی که ما الان مسلمان احتیاج داریم پیشرفت کنیم و اینا را به فکر ثروتمندان عرب برسانیم که ما چقدر عقب افتادگی داریم از این عصر و از این زمان. برادر گرامی به نظر شما فقط تنها عرب ها مسلمان هستند؟ تنها عرب ها، تنها سردمداران کشورهای عربی مسئولیت رشد و فکر اسلام به عهده دارند، یعنی اینکه هر فرد مسلمان و هر حاکم اسلامی؟ هر مسلمان، هر حاکم اسلامی. بس پس سوال شما متوجه تمام حکام اسلامی است. تشکر برادر گرامی. ممنون. سلامت باشین. خدا. و علیکم السلام. خب استاد فاتح گرامی، تا حین برقراری تماس های دیگر چون تماس ها زیاد بود و نمیفهم که دوستای گرامی در اتاق کنترل چرا قطع شد، برمیگردیم به خب یک تماس میگیریم و بعد برمیگردیم. سلام علیکم. بفرمایید برادر گرامی. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید، خود معرفی بکنین. خدمت حضرت استاد سیغل برادر عزیز سلام عرض کنم و خدمت مولانا حضرت مولانا آقای فاتح هم سلام عرض کنم مخصوص. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. اونا هم سلام عرض میکنن. امیدوارم کارتون خوب باشه ان شاء الله آقای فاتح. آقای استاد سیغل خوب ان شاء الله. لطف پروردگار الحمدلله. بفرمایید برادر گرامی. خسته نباشید. سلامت باشید. و خدمت شما عرضم که بابا چند روزه دیگه ما اینقدر اعصابمون خورد شد که خدا میدونه. سلامت باشین برادر گرامی. آقای فاتح کارش خوبه ان شاء الله. لطف پروردگار. اگر گفتنی دارین در ارتباط با برنامه؟
بله بله خدمتتون عرض کنم. با آقای فاتی می‌خواستم بگم در اون روز خدمتتون عرض کردم که دامادم الحمدلله به بازی دوید از گشتن خدمتتون عرض کردم که مؤید شدن. الحمدلله. آره اونم یه به 10 دقیقه دیگه میان ان شاء الله خدمت ما. اونم میخوام باهاتون صحبت کنم. اگه اجازه بدید بعدا تماس گرفتم باهاشون صحبت کنید شما آقای فاتی هستن. باشه. پس از برنامه ان شاء الله. برای شما رو بخدا بسپارم. سلامت باشید. تشکر. زنده باشید. حتما اومدم من تماس گرفتم باهاشون صحبت کنید. تشکر. شما راهنمایی کنید خودتون دیگه ان شاء الله اونها رو. تشکر. خب جناب استاد فاتح عزیز تا حین وصل بیننده های دیگر برمیگردیم به استودیو. شما داشتین در ارتباط به طرق و راههایی که دشمن با استفاده از آن به حمله فکری میپردازه صحبت میکردین. به یک نقطه اشاره کردین. میخواستین نقطه بعدی را بگیریم که تماس برقرار شد. بفرمایید. اولا از برادر گرامی آقا عبدالله عزیز تشکری میکنم و تمام بیننده های عزیزی که اظهار محبت کردن. الله متعال به همه جزای خیر بده. اما برمیگردین به سوال. خب از راههای دیگری که جناب استاد استفاده میشه اینه که در میان مسلمان ها اختلاف و یا به تعبیر دیگه استفاده بکنم تعصبات قومی و نژادی میاندازن. این یکی از راههایی که وقتی مسلمان ها رو به جان هم انداختند اتحاد، شیرازه اتحاد و در واقع اتحاد مسلمان ها و اتفاق مسلمان ها از بین بردن و برهم زدن، اینجایی که میتونن فکر خود خیلی آسان در میان مسلمان ها گسترش بدن و در میان مسلمان ها در واقع جا بزنن. موضوع عصبیت یا موضوع تعصب قومی و نژادی واقعا بسیار تأسف آوره و بسیار خطرناکه. الله سبحانه و تعالی وقتی در قرآن عظیم الشان در باب این که چرا شما الله متعال رنگ رنگ آفریده، چرا چهره های هر کدام مختلفه، چرا یکی از یک ملیت یکی از یک ملیت دیگره، الله متعال وقتی در سوره مبارکه حجرات مثلا اشاره میکنه در آیت 13 سوره مبارکه حجرات میگه یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اول اینکه ما شما را ای مردم از یک پدر و مادر از یک نر و ماده شما را آفریدیم. بعد میگه و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، شما را ملت گردانیدیم، شما را قبیله گردانیدیم، قبیله فلان، کشور فلان، اینها را شما نامگذاری کردین لتعارفوا، تو هم دیگر را بشناسید. هدف دیگری در این نیست. این اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین شما در نزد الله سبحانه و تعالی با تقواترین شماست و کسی که در پیشگاه خداوند متعال عزت داره اینهایی هستند که به هر حال الله متعال سبحانه و تعالی تقوا را نصیب آنها کرده. حالا جناب استاد وقتی که مسلمان ها در میان آنها تعصب نژادی و قومی و ملی وجود داشته باشه، مثلا یک ایرانی بیای بگه که افغانی بده، یا افغانی بیای بگه ایرانی بده، یا افغانی بگه پاکستانی بده، پاکستانی بگه افغانی بده، یا تاجیکستانی بیای بگه افغانی بده، ایرانی بده و فلان بده، این همدیگر را متهم بکنن به بد بودن. بله. یعنی خیلی آسان میتونه، چون در وقتی که این اتفاق بیفته در میان این افراد و در میان این گروه ها و این ملت ها اختلاف به وجود میاد، اختلاف به وجود میاد، دشمنی به وجود میاد، کینه به وجود میاره. اینها یعنی کینه ها رو به دنبال داره، دشمنی ها رو به دنبال داره. وقتی که چون این شد مسلمان ها رو از هم جدا میکنه. وقتی کینه آمد قلبه ها از هم دور شد و قلبه ها نسبت به یک دیگر یعنی کینه داشت، بغض داشت، تعصب داشت، تنفر داشت. اینجایی که اینها از هم دور میشن. وقتی قلبه ها دور بشه جسمن هم اینها از هم دور میشن و افکار اینها کاملا متفاوته. بعداً دشمن میتونه خیلی آسان در اینجا در واقع خودش را جا بزنه و افکار خود را در میان اینها منتشر بکنه. مشکل تزریق ملیتگرایی، قومیتگرایی، قبیله‌گرایی عین مشکلی بود که در جاهلیت قبل از بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وجود داشت. پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند این فوارق و این تفاوت‌ها را از بین بردند. بلال حبشی و صهیب رومی و سلمان فارسی و ابوبکر قریشی با هم برادروار و سید شدند. واقعا امروز اینها میخوان عین مشکلاتی که در عهد جاهلیت وجود داشت او را احیا بکنن و زنده بکنن دوباره. جناب استاد
یعنی استدلال استاد احراری بزرگوار مر به یاد یک چیز دیگری به حرفای شما و استدلال ایشان مرا به یاد چیز دیگری انداخت. ایشان استدلال کردن از بحث تهاجم فکری یا اینکه فکر را مورد هجوم قرار دادن، استدلال کردن به بحث شیطان. بله. من هم میگم که نه در زمان جاهلیت رسول الله علیه السلام، بلکه این کسایی که ملیت گرایی میکنن و قوم گرایی میکنن و نسبت به این موضوعات در واقع دارن رشد میدن، اینها در واقع سنت شیطان زنده میکنن. بله. چون وقتی که خلقتنی من نار، بله، وقتی که خداوند متعال به شیطان گفت آدم سجده کن، گفت نمیکنم سجده. الله متعال سجده نکرد. چرا؟ الله متعال گفت چرا سجده نمیکنی در حالی که من به تو دستور دادم؟ گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین. مر از آتش آفریدی، او از گل آفریدی. گل کجا و آتش کجا؟ یعنی شیطان از همینجا تعصب شروع کرد نسبت به نجات خود. بله، من از آتش آفریده شدم، آدم از گل آفریده شده، چگونه من به این سجده بکنم؟ در حالی که به نظر و استدلال شیطان آتش از گل بالاتر بود، که این بحث جدای، بحث عقدی و بحث به هر حال که علما و مفسرین در این مورد صحبت کردن، به این مورد نمیپردازیم. این افراد در واقع سنت شیطان برای مرحله اول در واقع زنده میکنن و همان سنت شیطانه. یکی دیگه از راههایی که اینها در واقع کار میگیرن برای از اینکه افکار خود را در جوامع اسلامی تزریق بکنن، اینه که خودشان را به عنوان مدرن، به عنوان انسانهای پیشرفته و ملتهای پیشرفته معرفی میکنن و ملت مسلمانه که در واقع تمام مدرنیسم بودن آنها و تمام پیشرفت آنها برمیگرده به این که آنها تمدن مسلمان ها دزدیدن، اسلامی هستند، تمدن مسلمان ها دزدیدن و برای خودشان حالا نسبت میدن، میدیونن. حتی ما داریم که در زمانهای در زمانهایی که مسلمان ها به اوج قدرت بودن، از کشورهای غربی شاگرد میفرستادن پیش مسلمان ها. پیش مسلمان ها شاگرد میفرستادن که یک مسلمان برای از یک چیز یاد بده. بله. حتی در مرحله اول مثلا ما در تاریخ داریم که وقتی ساعت ساختن، وقتی فرستادن در پیش یکی از این پادشاه های غربی، ساعت دید تمام درباری ها جمع کرد، گفت که بیاین که داخل این جن نباشه، جن داخل این نباشه. فکر کنم. بله، اصلا اینها نمیفهمیدن، ساعت چیزی نمیشناختن، اصلا اینها تمدن نمیشناختن، اصلا اینها پیشرفت رو نمیشناختن. امروز از راه ای که به ذهن یک جوان، به ذهن یک مسلمان این را میدن، به خورد یک مسلمان این را میدن که تو به خاطر این که مسلمان شدی عقب مانده شدی. عقب مانده شدی. این عقب ماندگی شماست که امروز ببینین به چی بدبختی ها شما افتادین. این بدبختی و این آشفتگی که شما دچار هستین، علتش برمیگرده به اینکه مسلمان هستین، به اینکه مسلمانین و فکر اسلامی دارین. چون اینها میگن که اسلام باعث و بانی بر این است که شما را بدبخت میکنه، شما را از در واقع تمدن دور میکنه، شما را از پیشرفت دور میکنه. اما اگر ما وقتی به تاریخچه و ریشه اینها بازگردیم که آیا اینها متمدن بودن، آیا اینها پیشرفت داشتن و آیا این که حالا دارند و یا داشتن، این برمیگرده به که نه، اصلا اینها چیزی نداشتن، بلکه همه باید اینها میلیون مسلمان ها باشند. اما اینها ما چنانچه اشاره کردیم و جناب استاد احراری هم اشاره کردن که حتی کتاب های مسلمان ها را، یعنی میراث های تمدن مسلمان ها، میراث های فرهنگی مسلمان ها را اینها با آتش کشیدن، به دریاها ریختاندن، نابود کردن، از بین بردن، چیزی را دزدیدن، بردند. دیدیم. بله کاملا ما تاریخ شاهد اینها را، تاریخ این کار کردن نمیتونه. اما اینها میخواهند که برای یک مسلمان این را بدن، به خوردش بدن، به فکرش این را بدن که بله شما پیشرفت ندارید، اما ببینید ما چقدر پیشرفت دارین. وقتی که این مسلمان وقتی در ذهن خود و در نهاد خود عجز و ناتوانی را احساس بکنه، فکرش خالی میشه. و شما میدونین که وقتی فکر خالی باشه خیلی چیزها در او جا داده میشه. خب همون قسمی که گفتیم ربات جور میشه، ربات جور میشه از او. هر چی که خواسته باشن خلاص به هر حال تحت کنترل آنهاست، به هر طریقی خواسته باشن رو کنترل میکنن. پس بنابراین یک مسلمان باید به اصل خود بازگرده که ما اصل ما چی بوده و تمدن ما چی بوده، تمدن اینها چی بوده. و اینها گفتیم از این طریق وقت فکر مسلمان خالی کردن، بعد فکر خود را در اینجا جا میزنن و از این طریق در واقع میتونن که فکر مسلمان ها خراب بکنن. یکی دیگه از راه ها و روش هایی که اینها در واقع استفاده میکنن اینه که مسلمان ها را، برای مسلمان ها در کشور مسلمان ها در کشورهای اسلامی، از نام های پرزرق و برق
از نامهای فریبنده استفاده میکنند. مثل از اینکه وقتی وارد کشور اسلامی میشه به نام آزادی، به نام حقوق بشر و برابری میان افراد جامعه، یعنی یا به تعبیر دیگر بگیم که عدالت اجتماعی، یا به نام حقوق بشر، حقوق زن و یا جامعه مدنی که سخنگوی مردم باشه و از این طریق چیزها از اینها استفاده میکنن. برای از این نامها خیلی ماشاءالله خوبه، نام خوبیه. بله شک نیست اسلام دینیه که به عدالت اجتماعی واقعا تلاش کرده. ما مخالفت تا اینجا به اونها نداریم. اسلام میبینیم که در باب زکات، در باب مثلا در باب زکات عدالت اجتماعی میخواه مراعات بشه، در باب روزه حتی عدالت اجتماعی مراعات بشه و مسائل دیگری که در اسلام وجود داره که عدالت اجتماعی باید در این موارد مراعات بشه. حقوق زن، الله متعال گفته و عاشروهن بالمعروف، شما با زنها با خوبی رفتار بکنیم. رسول الله علیه السلام تاکید دارن با اینکه شما با زنهای خود خوب رفتار بکنید. در مورد حقوق بشر، بله هر انسان حقی داره، الله متعال برای هر انسان حقی داده. هر انسانی که در جامعه زندگی میکنه دارای حق و حقوق است. ما در اینها با این نامها به اونها مشکلی نداریم، در ماهیت نامها مشکل نداریم، اما در کاربرد اینها مشکل داریم. میایه در جامعه اسلامی به نام حق و حقوق، به نام حقوق بشر، به نام آزادی اینها را مطرح میکنه، اما وقتی که پشت پرده میبینین که اینها نه آزادی میخواهن نه حقوق میخواهن، حقوق بشر یعنی حقوق خودشان، آزادی یعنی آزادی خودشان و بیبندوبار کردن مسلمان ها. جناب استاد، اما حرفای از اونا تا جای هم فکر کنم حقیقت داره. ما در برخی از کشورهای اسلامی میبینیم که حقوق بشر پایمال است. بله حقوق بشر پایمال هست جناب استاد. این برمیگرده به این که این افرادی که حقوق را مراعات نمیکنن آیا اینها به اسلام چنگ زدن یا نزدن. چون ما معتقدیم که من مسلمانم، اما این که اسلام چیست، اسلام به من ربطی نداره. اسلام به من ربطی نداره، من یک مسلمانم. اگر بر اساس اسلام درست من اسلام را در زندگی خود در واقع تطبیق کردم، یا در همون جامعه ای که مثلا حقوق بشر مراعات نمیشه واقعا همون اسلام را بیای در واقع جایگزین بکنه و اسلام قانون اسلام را بیای در اونجا حاکم بکنه، بدون شک حقوق هیچ انسان پایمال نمیشه، حقوق بشر پایمال نمیشه. اما بازگردیم به خودشان، آیا حقوق بشر خودشان مراعات میکنن؟ چرا یک مسلمان حق نداره که یک دختر مسلمان، یک زن مسلمان حجابش را از سرش میکشن؟ مگر این بشر نیست؟ حق نداره؟ مگر این افرادی که امروز در سوریه شهید میشوند و کشته میشوند، این اطفال اینها حق ندارند؟ مگر این مسلمان هایی که در افغانستان کشتار شدن، قتل عام شدن، اینها مگر حق ندارن؟ اینها مسلمان نیستند. حق اینا میگن خودتان میکشن، شما خودتان باعث کشتار خودتان هستید. این افرادی که اینها را میکشن، اینها از کجا تغذیه میشوند؟ این طیاره های بدون سرنشین که مسلمان ها را قتل عام میکنه، بمباران میکنه، اینها را یک مسلمان میکنه یا اینها میکنن؟ خودشان میکنند. اگر بازگردیم به حقیقت و به ماهیت این حرف، گفتیم ما با این مشکل نداریم، اما اصل این است که آیا کاربرد این از زبان اینها و در سیاست اینها آیا چیزی به نام حقوق وجود داره؟ بدون شک وجود نداره. خب استاد گرامی، چون وقت برنامه به پایان رسید، من در پایان برنامه از شما تشکری میکنم و همچنین از استاد محمد انصاری و از استاد احراری عزیز و از تک تک بیننده های عزیز و گرامی که تا این لحظه با ما بودن و بیننده هایی که تماس گرفتند و آنانی که پشت خط ماندن، از یکایک از اونا تشکری میکنم و تا دیدار آینده و برنامه آینده همه شما عزیزان را به پناه الله یکتای بی همتا می سپارم. خدا یار و نگهدارتان و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.